ما از دنیا می گذریم. برمانده ها سلام علیک. بعد سری ما فاتحه، برخوانده ها سلام علیک. آنه که با الفاظ نیک یاد کند یادش بخیر. خیر یک برنده گفته دست افشانده ها سلام علیک. جانبداری فکر ما یا که مقابل گپ زنید. برنامه را بسیار هم تصفانده ها سلام علیک. السلام علیکم. واقعا ملت های ترک زبان السلام علیکم میگویند یا خیلی از تاجیکان خود ما هم سلام علیک میگویند یا که سلام علیکم. درستی همین عبارت چی باشد؟ سلام علیکم یا سلام علیکم. السلام علیکم. چون این عبارت از زبان عربی گرفته شده است و عرب ها حرف ا یا خود ی ندارند، معلوم که سلام علیکم است. درستش السلام علیکم. یک بار دیگر بر شما السلام علیکم. و این برنامه در آداب سلام گفتن نیو. محتوای امروز برنامه ما یعنی نام موضوع برنامه ما امروز تاثیر فرهنگ بگونه است. فرهنگ بگونه بر فرهنگ بای و غنی ملت خودمان، خلق خودمان. واقعا در برنامه گذشته درباره تاثیر مهاجرت بر زبان گفته بودیم و آنجا ذکر کردیم که روند مهاجرت بر زبان تاجیکی تاثیر مثبت نمی رساند. آهسته آهسته آنقدر روسی زده می شویم یا آلمانی یا فرانسوی و دیگر زبان ها که در کشورهای غرب هم بسیار تاجیکان هستند، آنقدر زبان آمیخته شده می رود که دیگر طفل تاجیک با زبان خودش آنچه در دل دارد گفتنش دشوار می شود و کودکی که از خوردهش در جمعیت فقط با زبان روسی حرف زد، الکی وای با زبان روسی فکر هم می کند و روسیانه فکر می کند. انا همین طور. خب امروز برنامه ما موضوع کمی دیگرگون دارد. تاثیر فرهنگ بگونه. در خاطر داشته باشید همین فرهنگ بگونه میگفتند، لباسی بگونه میگفتند، همین رمالک ملی ما را در نظر داشتند. اما من فرهنگ بگونه گفته تماما دیگر چیز را گفتنی هستم. باور دارم که در این برنامه شما اشتراک میکنید، فکرتان را میگویید. شنوندگان عزیز، خصوص بانوانی که در روسیه هستند، فرزندکانشان آنجا هستند و ما گویند که از فرهنگ بای و غنی، از آداب و اسلوب و خلق عزیزمان، از بابا و بیهایمان مانده ها چگونه تربیه بر فرزندان خود جاری کردند، آموزان نیده ایستادند. اکنون برمیگردیم بر رفت برنامه، بر محتوای برنامه. گفتیم تاثیر مهاجرت بر فرهنگ و تاثیر فرهنگ بگونه. عادی ترین مثال میبیارم. عادی ترین زمان ما جوان بودیم، هنوز کلینچک بودیم، عروس بودیم. در خاطر دارید انا این حال مادران کلان سالها یا خود همسالان ما یا 10 سال پیش بقفا 10 سال گذاریم و بینیم صبح دم هنوز آفتاب طلوع نکرده، شونه آفتاب فرا نگرفته همه جا را. قبل از آن که موی سفیدان از کوچه گذشته و مسجد می روند، خانه هایی که کلین دارد، عروسی نو دارد، تا کجاها کوچه را آب زده می رفتند. هنوز آفتاب نبرآمده، خانه هایی که دخترانی به وای رسیده دارند، خانه هایی که زن دارند، عموما زن به معنای تامش دارند، صبح دم قبل از طلوع آفتاب آب زده می رفتند، حولی را کوچه را هم می رفتند. پیاله ها را شسته، دسترخوان گسترده هستند. بانوان تاجیک هم که صبح دم وقتی نانشتان نان گرمشان هم تیار است.
کی از خواب میخیزند و کی آماده میکنند یا خمیر را کرده میگذارند صبح میپزند در تنور، چون که تا پختنش لااقل 4 ساعت فرصت لازم است. به هر حال گفتیم با عباره به معنای تامش زن. انا همین هم یک فرهنگ ملی ماست، انا همین هم یک آداب و اسلوب تاجیکانه ماست که هر ملتی غیر از روسیه، از غرب، از دولت‌های اروپا اگر همین آداب و رفتار تاجیکانه ما را شنود یا ازبک ها و دیگر ملت‌های آسیا را، تاجیکان خصوصا، البته در حیرت میماند در پارساگی و در مهنت کشی و در صداقت زنی تاجیک آفرین میخواند. اما همین عادات ها آهسته آهسته کم شده می روند. امروز همین هم فرهنگ بود و همین هم از بین می رود، چون در روسیه با همراه همسر و فرزندانشان که رفتند از آنجا تماما دگرگون شده می آیند. همین که آمدن نه دخترانی آنجا به کمال رسیده مانند دخترانی خودمان پارسایند و با آداب خوش اخلاقند، نه مادرانشان همین گونه رفتار را ادامه می دهند. الکی خانه الهیده می خواهند و الکی خواهند از خواب برمیخیزند. قبلا سیرکودک بودند مادران، اما ناوابسته از آن که کودکشان شب خوابید یا نخوابید، گریست نگریست، دیر خوابشان برد یا نبرد، یا بیمار بودن نبودن، همه کارهای خانوادگی را به ثبات می رسانیدند. حالا باشد تماما برعکس. من کسی را تنقید کردنی نیستم، ما هم در قطار همین ها الکی وارد شده رفتیم و آهسته آهسته گم کردیم غناوت فرهنگ اصیل تاجیکانه خودمان را. و صبح دم وقتی که سر نانشتا می نشستند همه برابر می نشست و کودکان دست روی شسته آمده بر پیران خانواده سلام می دادند و همین فرهنگ هم از بین رفت. کی بگونه بیاید کودک سلام می دهد بر اهل خانواده. کم اندر کم خانه هایی هستند که پیران آنجا خیلی با تدبیر که هستند نبیره ها را چنین تربیت داده که دست روی شسته آمده سلام داده بعد سر دسترخوان نشیند. این فرهنگ را گم کردیم. غیر از این چیها را؟ فرهنگ آداب و اسلوب صبح برخاستن و همه را آماده کردن و نان گرم پختن و همه چیز را در وقتش آماده کردن، این یک طرف. فرهنگ بر گفتارمان از بیگانه خیلی وارد شد. همان مادرانی که در جنوب وطن آچه میگویند، مامان میگویند، مادر میگویند، در سوق باستان ما در بعضی شهر و نواحی مادر، در استرفشن ما بوه میگویند، به خیلی ها بوه جان هم میگویند، مادر جان هم میگویند، آنهایی که ادبی حرف میزنند و احترامشان به حد گسترده است. اما همین کلمه را ماماشکه عوض میکند. گمان میکنند به فرهنگتر حرف زدن. ماماشکه یا خود پخان میگویند پدر را که این تماما علکه از فرهنگ بیگانگی است. چه رسد به همان زبان زیبا و گفتار یک نرم و یک مهربانانه خودمان. مادر جان گفتن، اوچه جان گفتن، این دیگرگون است. به هر حال زبانی خودمان است. گفتم با فرهنگ گفتار، فرهنگ لباس پوشی، لباسی عادیه که من عین حال در بردارم میگویند فرهنگ بیگانه، لباس بیگانه. در دروازه همان درآمدگاه بیمارخانه هم نوشتن درآمدن با لباس بیگانه منع است. در درآمدگاه خیلی کارگاه ها نوشتن لباس بیگانه منع است، اما با لباس نیمه‌عریان وارد شدن را کسی مانع نمی شود، در حالی که آن هم بیگانه است. اگر این را بیگانه گفتیم، این مقابل لباسی بیگانه گفتم مقابل عفت برآمدند، مقابل حیا برآمدند. اما با لباس های تماما اروپایی، عادی ترین مثال لباسی هست از متای جنس، نه پناه می پوشیدن چقدر خوب بود، یا اینکه دریده باشد از دیگر متای همین نوبسته برنگش آنجا درده می کردن، درده
کمتر بریده میچسبانیدند. حالا برعکس با کارد یا قیچی بریده شکاف کرده میپوشند و این علاقه فرهنگشان گویا باشد. فرهنگ میدانند همون شیم یا کاستیوم جنسی که از متاع جنس باشد و دریده باشد و افسوس که بر نظر میرسد در دخترها هم همون دامن همون یوکهشان را درونده میپوشیدگی شدند گویا فرهنگ باشد. این هم ورود شدن فرهنگ بیگانه است و بیگانه اونقدر تاثیر کرد که ما خودی را نشناخته ماندیم. چرا چنین میگویم؟ در نامگذاری این البته یک موضوع بزرگ الهیده است، یک موضوع دامنه‌دار الهیده است. من یک دو جمله گفته میگذارم. در نامگذاری خیلی یک اشتباه بزرگی رفت. ما گذشتگان با تدبیر خود را، گذشتگان با ایمان و با اعتقاد خود را، نامدار خود را، بزرگان خودمان را گویا نشناخته باشیم. مثلا شرابخانه باز کردند و با نام عمر خیام ماندند. شرابخانه که عمر خیام نام دارد. مگر خیام بزرگ شراب نوش بود و در همین گونه شرابخانه ها اشتراک میکرد؟ یگان کس دلیل ندارد، اما در شرابخانه نامش را گذاشتند. خیر، شما خیام برای همان شما هم یک بزرگ ملت باشد، شما هم جزء از ملت باشد، اما به خاطر احترام او اقلا همین کار نمیشد. اگر به حد بر همین شراب نوشی خود افتخار میکنید، دم غنیمت گذارید، همونجا غنیمت عمر خودتان را گذرانید. من دخالت نمی کنم بر زندگیتان، اما شرابخانه نام عمر خیام یا که از این هم بدترش بود. من امروز درباره فرهنگ بیگانه چقدر وارد شده جستجو میکردم و ناگاه چشمم افتاد بر شیشه های شراب که انا رسمش را نگاه کنید. شراب با نام اسماعیل سامانی، شاهانه گفتند با نام اسماعیل سامانی شیشه های عرق برآوردند. اسماعیل سامانی که بود؟ اگر امروز می بود و می دید، یا خود اگر روحش بی‌ضابطه می شود همین رفتار شما را بیند. اسماعیل سامانی از واقف بود از دین اسلام، یک فقیه بود، دانشمند بود، از علم حدیث و قرآن و فقه و سنت و پورا برخوردار بود، یک عالم بر این بود. در زمان خودش اگر علما وفات میکردند محض اسماعیل سامانی باید نماز جنازه میخواند و در یک خود بخارای شریف اسماعیل سامانی آنقدر مدرسه و مسجد تأسیس داده بود در یک خود بخارا که شمارهش از شماره تمام مسجدهای آسیای میانه بیشتر بود، از شماره تمام مدرسه های آسیای میانه بیشتر بود. ما امروز بر شراب نام او را میگذاریم، بر شیشه عرق نام اسماعیل سامانی را میگذاریم که این البته دردناک است، این علم آور است، به نهایت علم آور است. واقعا هر نفر میخواهد فکر درباره تاثیر فرهنگ بیگانه بر فرهنگ پرغناوت، فرهنگ فارسی تاجیکی ما، بر فرهنگ ملت عزیز نامدار و در شرم و ابا و حیا یک نمونه ما بر ورود و تاثیر آن حرف گفتنی باشد، همینجا گذاشته شده است لینک از نام کارگردان ما که میتوانید وارد شوید و در این باره حرف زنید، چون یک خود من به حد بسیار حرف زنم دل بزن می شود. مشورت ادراک یاری دهد، عقلها یاری دهد. این منبر شما است. من فقط برنده هستم، صدر همین محفل هستم که شما را با هم پیوسته و گفتارتان را بر هم رسانیده و فکرهایتان را در این بابت هم خودم گوش میکنم، هم بر کل شنوندگان ما میرسد. خب اینجا باور کن اپا همش را از دمی تیغ میگذراند. اسماعیل سامانی گفتن کامل سمادف. خب رفشان برای شما هم تشکر میگویم، بسیار تشکر میگویم. و ترکیه اینجا در خط علاقه هستند علاقه
به شیوه رفتن رفتم. السلام علیکم. و علیکم السلام مادر عزیز. من میخوام که درباره همین فرهنگ گپ زنم. البته فرمایید. حقیقتا یکمی فرهنگ ما همین است که حتی ما با حرف فارسی خود، فارسی تاجیکی نویسنده نمیتوانیم، حتی خوانده نمیتوانیم. درباره عرق گفتید، یک عرق حاضر عرق نه چیز کنیاک است برآمدگی با نام شاه اسماعیل سامانی است. بله. حتی همه قبر هوای در اما کنیاک هستند. شاه اسماعیل سامانی این دلالت میتاد که شاه اسماعیل سامانی مگر کنیاک خور بود. این در فرهنگ تماما توغری نمیگیرد. شاه اسماعیل سامانی با رسم قبرش در همه کنیاک هست. شاه اسماعیل سامانی. بله بله درست. خب واردشوی فرهنگ بگونه بر ملتمان خصوص در رفتار و کردار جوانان ما تا کجای غلط است و فکر شما برای پیش گرفتن همین عرف همین عادت چی ها باید کرد؟ چی راه‌های را باید پیش گرفت؟ یکمه این رو باید که همه شاعران عالمان باید اینا پیشگیری ویو باید کنن. مردم عادی نه، اینا باید عالمان گویند که این شاهزاده بود، این شاه بود. برای چه فرهنگ تاجیک یعنی یک الکش گفته معرفی میکنید. این همچنین است. یک الکش گفته معرفی میشود. یعنی که شاه اسماعیل سامانی، کنیاک شاه اسماعیل سامانی، این یک خنده آور است. یکمش مادر عزیز تحقیر هم هست. بله خنده آور هم، تمسخر و تحقیر هم هست. بله ما از روی همین کار ما همه چیز از دست دادگی هستیم. من حاضر در ترکیه تمام شاعران تاجیک را شاعران ترک زبان میگویند. تمام شده که میگویند که اینا شاعرای ترک زبان هستند، نه که فارس زبان. دیگه هیچ کسی چیزی که نمیگد و یا از خود کردن میگیرن. حاضر خودشون به زبان ترکی کتاب ابوعلی ابن سینا را برآورده استودن. هر کسی دیدگی باشه دینا در خیاباناشون به حرفای کلان نویساندگی که ابوعلی ابن سینا فرزند ترک بود. کدام یک اومدگی باشه اینا ترک. بله ازبک ها هم میگن اولوغ بابا میز گفته، اما در زمان اون نبودند این خلق ازبک حتی. خب من همین فقط یک پیشنهاد دارم که همین باید شاعر و عالمایی که این قدر در تاجیکستان بسیار همه خاموشن. برای چی؟ برای فرهنگ ما گم شده است. هیچ کسی پروای این چیزا ندارد. هیچ کسی، همه در پای پول و مال. این خیال نمیشود. باید فرهنگ حفظ کرد. حتی نگاه کنید افغانستان بینید، همسایه ما همه که جنگ جنجال است، همه چیز است، نه که فرهنگ از دست نمیتیان. فرهنگ به هیچ کسی نمیتیان. زبان خود به زبان یک کسی تسلیم نمیکنه. یک نفر زن افغانی خواه مکتب خوانده باشد خواه نخوانده، آنقدر با زبان پرغناوت فارسی حرف میزند، آنقدر با زبان تازه و هرچی در دل دارد آنقدر جسورانه ابراز میکند که زنهای تحصیل کرده تاجیک اینقدر نمیتوانند. البته درست است. چون که در مکتب‌های عالی یا که میانه تاجیکستان زبان روسی رو بسیاری وقت استفاده میبرند. به نهایت بسیار. اساسا معلم ها و معلم‌ها اینا به نهایت بسیار استفاده میبرند. این گم شدن فرهنگ تاجیک چیز میکند که گم شده ایستاده است. فرهنگ تاجیکی گم شده ایستاده است. بله خود در زمان شوروی همین علت آغاز شده بود. زبان را خیلی ساده کردن، بسیار هم ساده کردن. نویسنده ها بسیار ساده شد. همین که به ادبیات شوروی نظر میکنید از قبل از شوروی تماما فرق میکند و همین ساده بیانی، ساده خوانی، ساده گفتاری که شد دیگر خزینه لغوی کم شد، زبان بگانه جای نبوده کلمه ها را پر کرده رفتن گرفت. بله این خیلی است. مادر نگاه کنید، ما اگر هم 10 تاجیک هم در یک جا باشیم، همین 10 تاجیک هممون یک فکر خودمان داره، به هم دیگر هیچ وقت دوست نمیشویم.
همدیگه رو هر گپ گفتن میگیریم هم خیر. دیگر مردم این خیلی نیست. من مردم ازبک ببینه زبان خودشون به زبان دیگری لاتینی آورده تا که تاریخ گم نشود. اگر این خلق نه تاریخ هم ندارد، نه که همین کار کردن تا که زبانشون دیگه شود و فرهنگ رو حفظ کنند. در ما اگر که با خط فارسی نویسانی تمام تروریستی میبرن 10 سالها ترمه میشوی. حتی نمیداند که این خط عربی نیست، این لغت فارسی است. حتی میترسن. یک وقتا در همین تاجیکستان در همین پشت ماشینا ماشاءالله می نویساندن. برای همین آدمایی بود که تا 1 سال تا 6 ماه محکم کرده شد برای یک سخن ماشاءالله. ما همین خیلی مردم هستیم که میترسیم. آفرین را هم حتی با همین معنا، با معنای آفرین، یعنی که آیسته در باش. بله. حاضر حرف فارسی تاجیکی در بین فارس خانی تاجیکستان یک حرف دهشت شده است. یعنی حرف فارسی اگر یک کتاب فارسی باشد در حال بوره محکم میکنند، چون که میترسند، خیال میکنند که این حرف یگان تروریست ها است، یگان چیز است. وقتی که تکرار میکنند، همان سالهای 37 را تکرار میکنند. هر نفر بیکار بود، هوشیار بود، بردند حبس کردند یا بدرقه کردند، بازمچی گفتن، همان تاریخ را تکرار میکنند و تیشه بر ریشه فرهنگ و ادبیات ما میزنند. درست است. بله. حاضر یک عالم تاجیک که اگر شناسید محمد قربانوف میگه، یکی از عالم های برجسته تاجیک است. ترکیه او را خرید و خانه بپول، پاسپورت بپول، عالم تاجیک را از تاجیکستان یعنی خرید و اتمی چیز تمام کردگی است، خرید. نگاه کنید، نه تاجیکا ما همه خط هستیم، همه میگیم که کاری ناست که ترکیه حد بیچاره در تاجیکستان چیکار میکرد. نه که این خطا است، خطا. باید اگر اینا در اینترنت ها زنی بینید، توی دادن، توی و پرزنی کردن برای عالمه و چیزی خشان در آوردن و با نام پدرش که اوغلی کرده دادن. نگاه که یک شرمندگری است با فکر من. بله درست است. و این حال که خود شما در ترکیه قرار دارید، ما در اروپا قرار داریم و خیلی از اشتراکچیان همین برنامه که از عهده درک چیز مغزی سرشان میبراید بیرون از وطن بیشتر قرار دارند و با ما میپیوندند، اینها هم برای ملت خودمان یک گنجینه بودند، اهل فهم بودند، اما برآمده رفتند. اروپا چرا دروازه را باز کرده؟ محض همین ها را در بغل خود جا میدهد، میگیرد، همه را تأمین میکند، جهت خوراک و نوشاک و دیگر و دیگر. چرا؟ اینها درک میکنند که کادر، یعنی به زبان تاجیکی گویم صاحب اختصاص ها، متخصصان خوب به اینها هم لازمند. فرزندانشان را هم از باغچه سر کرده تلاش میکنند، سن باغچه تا مکتب های بالایی تلاش میکنند. چرا؟ اینها از ذات خوب هستند و با این تلاش های خود بر چیز میسر میشوند، شهروندی میدهند زود نفرانی که اینجا به دنیا آمدند، کودکان. بله بله. ریزی خوب کردند. از تاجیکستان و علم را خریده گرفته آوردن، یعنی به خانه و همه چیز تامین کردند، در حال پاسپورت ترکی دادن تا که یگان کس نگوید که این اونو نسل آینده نگوید که این تاجیک بود. نگاه کنید، این یک چی گویم پیشروی فرهنگ ترک ها را نشان میدهد که یعنی دزدیده و فردا یعنی نارسایی نام میگویند که ها وای محمد وای فرزند ترک بود، وای ترک زبان بود، چون که در استانبول زندگی میکرد. این یک چه گویم به فرهنگی خلق ما را نشان میدهد، به سوادی را نشان میدهد که عالمان تاجیکی مثال اینقدر سواد دارند و هم میدانند ترک ها که اینا در کار آدم هستند و به خودشان جلب کرده میگیرند. و ما میشینیم یک حیات همه خیلی در سترویک های ترکیه کار کرده، در این استالو های ترکیه و یا که روسیه باشه یا اروپا باشد کار کرده، سال به سال میگردیم، چون که فرهنگ خودمانه، تاریخ فرهنگ خودمانه نمیدونیم. آزی در همین ترکیه مردم اکثریت از میگوید که یکی میگوید که فارس هستن
یعنی که از تو دوری میجوید. مردم همین ترک زبان اساسا همش از فارس ها تو دوری میجوید. تا که اگر که در حال به تاریخ اگر نظر کنه و یا از همین کار میگریزد تا که تاریخ عمیق ندارد. اینها اساسا مغول نجات هستند. مغول نجات تاریخ اساسی قوی ندارد، لیکن ما را خور و ذلیل کردن در ترکیه و در دیگر جاها. قدر که میکنند مایل میکنند بزرگان هم همانجا. جلال الدین بلخی هم مایل کرد به اونجا، چون که قدر علما اونجا بلند بود، از جانب مردم قدر کرده میشد، از جانب حکومتدارانش قدر کرده میشد. هنوز از دوره عثمانیان، امپریای عثمانی، اونجا بزرگان را در محض خانه های جدا میکردن برایشان، معاش و شرایط و این همه را مهیا میکردن که همانجا بمانند، چون که اینها علاقه میدانستند که آینده ملت، نام ملت با نام همین بزرگان برداشته می شود. افسوس که این را سران کشور ما درک نمی کنند، نمی فهمند. بله، یک سخن است که قدر زر را زرگر بداند، قدر عمر را علی. چون که در ما به قدر عالمان، به قدر چون نمیرسه. اگر حاضر عالم سخن کند که بیا یک عروژه میسازیم یا که یک کارخانه میسازیم، میگه این بخشن پول کار کردنی است، در سنگ میزنن آدم. مردم من ترکیه این چنین نیست. میگوید که ها چی فکری داری، فکرت را نقشش رو میکشن، در حال میسازن. در ما این طور نیست. و من از همه غضب کردگی که من همینجا زنگ زدم برای همین، چون که من در همین ترکیه دیدم این همین کنیاک را که در همین کنیاک شاه اسماعیل سامانی نویسندگی شرمم اومد. حتی قبرش هم هست در ما، شاید که در همین اینترنت هم باشد، نه که من با چشم خود همین دیدم که من خودم در یک رستوران کار میکنم، همین دیدم که با حرفای کلان نویسندگی که از تاجیکستان است. تاجیک و کشورهای همسایه برآمدنش علاقه این یک ننگ و ناموس کاسته شده را باز برآورده به بیرون هم نمایش دادن است. من نمیدانستم که تا بیرون هم برآوردن. بله هست، در بیرون هست. من در همین یک رستورانی که کار میکنم، در همین جا من بسیاری وقت دعوا میکردن که ما فارسان از ذات امام اعظم هستیم. یک همکاری ما هم که او همین چیزا به من نشان داد، گفت که من اولاد امام اعظم، من شما دیدیم کی هستید. افسوس. بله، امید داریم که برنامه را میبینند و نفرانی که متصدی همین حالت هستند بر نامگذاری پیش راهش را میگیرند. من می بودم با جوابگری کشیده میشد. این نفری که نام اسماعیل سامانی را بر شراب گذاشته باید با جوابگری جنایی کشیده شود. یک بزرگوار صاحب دین و صاحب یک کشور مسلمانی بود، او را بر شراب زدن. در همون نویسندگی بود که راحت کنید به مثل شاه اسماعیل سامانی. یک مادر عزیز فکر میکنم که این فخر نیست، این یک شرمندگی بر مسلمانان یکمش، دیمش که بر ملت پرفرهنگ تاجیک است. بله نام دست منم همین خیلی میشمارم. خب بسیار یک صحبت پرمحتوا بود برای بازی فکرتان. مادر عزیز زنده باشید، دعاگو باشید. خب سلامت باشید. بابت وارد شدن فرهنگ بیگانه، تاثیر فرهنگ بیگانه بر فرهنگ تاجیکانه ما گفته ایستاده بودیم. هر نفر اندیشه دارد در این موضوع میتواند وارد شده در پیامکان همه جا وارد شده حرف زدن گیرید. خداوند صفی شما بر این زنان را زیاد گردانند گفتن. خب از نسل دوران استقلالیت از نو تربیه کردن را میخواهند و خب نامهایشان را با اختصاره های حرفای کلان نوشتند. واقعا بابت الفبا گفتنی هستم. حرف کیریلیک هم میگویند. بر نیاکان ما یگان دخالت ندارد
یگان ریشه اصلیگانمان ندارند. ازبک ها همسایه کشورمان چرا بر لاتینی گذاشتند؟ چون که کتاب های علمی با این حرف خیلی بسیار بود. برای با علم بیشتر توجه کردن و با علم بیشتر پایه گرفتن از علم اینها با حرف لاتینی گذاشتند. اما کل نیاگان ما با حرف فارسی که نوشتن، حرف نیاکان ما همین فارسی است و ما را برگشتن به همان حرف خودمان نمیگذارند، میگویند باز هم حرف عرب یا باز هم فرهنگ بگونه. واقعا در آمدن با لباس بگونه من است گفتن نوشته ها را هم امروز گرفته بودم، خوانده دیده بودم. ماده 5 سرقانون وطنی عزیزمان گفته که انسان حقوق آزادی های او این یک ارزش عالی است و دخالت بر حیات، بر قدر، بر ناموس و دیگر حقوقهای فطری انسان کاملا دخل ناپذیر است و حقوق و آزادی های هر یک انسان را، شهروند را دولت اعتراف میکند، دولت رعایت میکند، دولت حفظ میکند. اما مطلقا مقابل همین ماده سرقانون دولت پایمال کرد، دولت حفظ نکرد، دولت بدر کرد، دولتداران بدر کردند یک احترام نسبت لباس ملی داشته بانوان تاجیک را. انا همین طور. خب دیگر باز هم برمیگردیم سر موضوعی که تاثیر فرهنگ بگونه. ما در برنامه گذشته در زیر شرحها نوشته بودیم که ادامه میدهیم برنامه موضوعی که تاثیر زبان، تاثیر مهاجرت، روند مهاجرت بر زبان را. امروز همین موضوع را ادامه دادن خواستیم اما نخواستیم دلگیرتان کنیم، چون موادهای دریافت شده بیشترشان علمی بودند. من میخواهم در خور درک کل عامه باشد، یعنی همه شما فهمیده توانید که ما چی گفته ایستادیم، همه شما آنچه در دل دارید گفته توانید. بعضی چون که شکایت میکنند که تاجیکی تر حرف زنید، یعنی کلمه های ادبی کمتر باشند، با زبان عادی تر و ساده تر خودمان باشند. برای همین هم امروز تاثیر فرهنگ بگانه را پیش گرفتیم. یعنی همین در معرکه های عروسی قبلا وقتی که کلین می بردند از خانه پدرش، هنوز همان دورانی که 10-15 سال قبل ما بودیم یا قبل از ما بودند، با این گونه که لباس نیمه اوریان پوشانیده سفید او را از خانه پدر برآوردن ها نبود. البته سر عروس را پوشیده نگاه می داشتند. به هر حال یک عفتی تاجیکانه بود. یا در بزمها، در معرکه های عروسی اینقدر به مثال اروپا یا از آنها هم گذشته رفته بزم نمی آرستند. آنقدر بزم‌آرایی هست که روزها قائل می شوند امروز در تاجیکستان. این هم معرکه پیروی بر فرهنگ بگانه است. در توی های عروسی من خود شاهد می شدم، چون صدر محفل های عروسی می شدم. من پنهان نمی کنم این حالت را. قدح ها را لبریز از شراب هم می کردن، شامپان می ریختن. به هر حال نوشاکه اسپریتی هستند هم. و کلین و داماد با همان حرف ها گفته می شد، با همان دستان با شراب داشتهشان که این علاقه تماما با فرهنگ تاجیکانه موافق نبود. کسی که در توی ها مثلا یک تحفه ارزنده به مثال جهاز قدیمه روزگارداری به عروس بانیت بخشیده باشد که عروس یک دستگان گلدست داشته باشد و با آن برای خوشدامن و خسورش طعام های ملی تاجیکانه آماده کند، چون پیران سالان همین نماد را دوست می دارند. این گونه چیزها نبود. همان شعرها، همان توفه های گرانبهایی که اکثرش بر فرهنگ ما موافقه نمی کند بود. می توانید وارد شوید. همینجا یک مخلص دائمی ما هستند، چراس در خط علاقه هستند، در اکثر برنامه ها اشتراک می کنند.
بله چرا شما را گوش میکنیم. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. خب و علیکم السلام خواهرم. بابت همین موضوع فقط حرف میزنیم. تاثیر فرهنگ بگونه. عزیزتل نباجون. حاضر حلق تاجیکستان ما حاضر چی میگم از دین خدا ما بیگانه شده است. دین خدا ما خداتان خوبتر میدانید که وجدان خدا ما بیگانه شده است. ایمان بیگانه شده است. برای چی؟ برای چی که مسجد ها را محکم کرده است. دامالله ها را برده محکم کرده است. علما را برده محکم میکند. همه چی میبراید که خلق با یاردم میکرده چیزا را برده محکم کرده است. این هم بیگانگی میگد. خودتان خوبتر میدونید. برای همون شما حاضر ازبکستان کمتر حرف زدید. ازبکستان با زنکای علمشان میبراید دین حرف میزند. خودتان دیدوسته باشید. چی میگه خداوند شنونده است، پیغمبرا را شنونده است، چخیل ختم قرآن میکند، چخیل مرده های میشوید، چیکار میکند. همین دنیا این دنیا دوزخ جنت عذاب قبر گپ میزند. تاجیکستان ما با گپ نمیزند. برای چی؟ برای چی که دین بیگانه شده است. وجدان بیگانه شده است. من گفته فرهنگ یک شاخه دین است. دین یک علم بزرگ است که فرهنگ یکی از شاخه های آن است. شما گفتید که حاضر بیگانه همین چیزهای هم حاضر بیگانه شده است. مپا جان همه بیگانه شده است. کمتر وجدانشان نیست. کدام من کراسنودارسک کرای زندگی میکنم. دینا یک چی میگه رئیس که گپ زنان کردم. اکا گفتم یک دختر برآمد گفتم کمتر گردش نفروختنی شده. ما همین حاضر یاردم که دوستیم همین کمتر تاجیکا اینجا بسیار گفتم. یگان مراجعت من گفتم همین کمتر یاردم کنیم از تاجیکا جمع شده. میگه که حاضر همینجا به یک کسل هسته. میگه این بیان وقتش به کمتر یاردم کده بود. میگه حاضر یاردم نکده است. خواهر گفت خلق با حاضر وجدانشان نیست، ایمانشان نیست. میگن در کجا روم چیکار کنم دست من یگان کار نمی بیاید. میگن آه ناله میکند رئیسا به وجدانگره به ایمانگره خلق ایماندگشان چی میگوییم؟ عادی مثال حاضر یگان همسایه تاجیک برآمده یگان چه بپرسم میگد که هستی نمیگد بخشش خارجان حاضر من همین چیز نبود. میگه کمتر دیر موندی. نه دیر نموندم. پروست این نمیخواهد باور نمیکند. باوری ندارد. ما اروسا بعد دیگه ملت با باور میکنیم. اما تاجیک با باور نمیکنیم. همین هم بیگانه شده است. من همین گفتنی شده. من هزاران بار من بخشش میپرسم حلق خودم تاجیکا متاسفانه خود همین چیزا را هست. برای همون کمتر آدم افسوس میکند. وجدانش کمتر عذاب میکشد. نباوری همین چیزا را میبخشید. اپا جان پروست من همین رو گفتنی بودم. ما هم در وادی کراسنویارسک روسیه زندگی کرده ایم و بله حالت زنهای تاجیک را آنجا واقف هستم، با خبر هستم. خصوصا زنهایی که در اتوبوس ها مبلغ جمع میکنند. مبلغ راهکی را کاندوکتور میگویند. روز ها ما عادی‌تر کرده گوییم همون راهکی را جمع کنه که ماشین ها در یک خانه کلان خیلی بسیار زنها بسیارشان کودکدار زندگی میکردند و تماما محتاج بودند. بسیارشان محتاج بودند. آیله دار نبودند. من این را میفهمم. یا آیله دار هستند فرزندانشان در تاجیکستان کار میکنند پول میفرستند. درست بین آنها بودند نفرانی که فرهنگ ایبا و حیا را نگاه داشتند، اما بودند نفرانی که ساعتها سر آینه نشسته صبح دم از خواب شیرینشان مانده بعد به کار میبرآمدند. سر آینه البته که کتاب خوانده نمی نشینند. درست است. من این را درک میکنم.
خب بهترین خواهر جان، واقعا برای همین خواهرک که گردهشان را فروخته ایستادند خداوند شفا دهد. دعا کنید مخلصان عزیز، شنوندگان، بینندگان. بذات الله اپشتا همین شدگی ما حاضر بچه بایم پرسیدم، دیگه بچه ازبکویم پرسیدم مایلا شپا اویلقام گرین گفت چقه بتونیم یاردم میکنن گفت همین اپشتا همین شدگی من روزه رمضان بایم یک دخترک به یاردم کدگی بدم. حاضر کمترک خیلی خوبتر شده است، دین چخشک کدم با کمترک یاردم در کار گفت. من اپا جان گفتم دست من یگان چی نمیبیه خلق پرسید، گفتم خلق نشود، گفتم خداوند پرسید، من یگان دستم یگان چی نمیبیاید چیوه که ما هم عودی بنده هستیم. خداوند گفتم دور شد دوستیم میدونید، گفتم برای هم خداوند پرسید، گفتم بندگان نه از خدا میپرسن، خداوند مایلا شفا میبخشید. بسیار تشکر. خب میبخشید خدا اینجا بنده را واسطه میکند تا بر نفر کمک رسانیده باشد. بسیار خوب بود، جرأت کرده در هر برنامه اشتراک میکنید، فکرتان را میگوید، یگان جای بدی ندارد. و خب اینجا دمیر جان سلیموف خلق تاجیک انقلاب را طلب کنید، بس هست نشستن ایمانویل را همه. خب ما غلام میگردیم نوشتند. دمیر جان اگر در برنامه اشتراک کرده بابت تاثیر فرهنگی بگونه میگفتید خیلی خوبتر میشد. خب خیلی بهتر بود اگر فکرتان را هم بیان میکردید، چون با جرأت حرفای دیگر نوشتند. فرهنگ بگونه تاثیر میکند، آهسته آهسته همون اصالت، همون فرهنگ بای و غنی، همون فرهنگ خیلی با آدابانه خود را گم میکنیم، عرف و عادت های خود را گم میکنیم. نه همه عرف و عادت های ما بر شرک و کفر موافق هستند، نه همه. خیلی از عادات زیبای هم داریم، عرف زیبای هم داریم، تاجیکانه است، به نهایت تاجیکانه است، اما همین را گم کردنمان علم آور است. من میخواستم که همان کرینچک های تاجیک، عروسک های تاجیک پارسا باشند، گپرو باشند، خوب باشند، همانا صبح دم قبل از همه برخواسته و یک فیض و نور حولی و خاندان ها را در آورده باشند، آب زده رفته. شاید یگان حدیثی وجود ندارد در این باره، یا شاید وجود دارد، من سواد قضای دینی ندارم، اما همین که ما حول روبی را آغاز میکردیم، دختری کلان بودیم، وقتی حول روبی را آغاز میکردیم پیران سالان میگذشتند و میگفتند تو که روی زمین را میکشایی خداوند روی تو را میکشاید، یعنی نور تو را با میکند. این با یک سخن خوب در دل انسان یک وارد میکردن مهر و محبت و یک الهام کارکنی را که اگر 2-3 متر کوچه را میرفتگی باشد یک سطل دیگر آب برآورده تا پایان کوچه را رفته میفرامدند. همین خیلی پیران روزگار دیده هم بودند که در دل جوانان همین یک فرهنگ خوبی را جاری کرده بودند. خب از موضوع بیرون نمیروم. باز کدام عادت ها از فرهنگ بگونه وارد شده ایستادند بر تاجیکان بغیر از فرهنگ گفتار؟ مثلا در گفتار روسی همراه کردن را هم فرهنگ میدانند، سر هر کلمه میگویند تا اومدم که اوژه نبود یا اسپید نکردم. همین کلمه ها را با تاجیکی گفتن نمیتوانند، با جای اوژه الکای گفتن نمیتوانند. یا اینکه من در وقتش رسیدن نآمدم نمیگویند و من اسپید نکردم یا اسپید میکنم. همه کلمه ها را روسی همراه میکنند، چون که در همان خزینه لغوی مغزی سرشان همین کلمه ها کم است یا نیست. این البته تاثیر همان بیرون است، از بیرون. یک راه دیگری وارد کردن فرهنگ. با همین نزدیکی کدام سریال تاجیکی دیدید در تلویزیون های تاجیک یا در همان مغازه های دکان های فیته فروشی، دیسکرا فیته میگویند، در همان جا کجا دیدید که سریال تاجیکی خوبه باشد؟ ترکی را گرفته از بالایش دوبلش میکنند، تهیه میکنند،
و از بالایش حرف زده میگذارند. شاید 90% سریال ها ترکی باشند و با برابری تماشای این سریال ها کلین های تاجیک، زن ها، دخترکان تاجیک آیسته آیسته فرهنگ نامگذاری را هم عوض میکنیم. کم نبودن دخترکانی که نرمین نام داشتند یا اینقدر نام خوشرو داریم. محمد نام پیامبر درود بر روان پاکشان بر آل اصحابشان همین نام را گرفتند از سریال تاجیکی، گفتند میخمید نام گذاشتند پسرکانشان را، یک نام زیبا را بر ترک. اکنون برای خود ترک ها بگذار باشد، این فرهنگ آنهاست، فرهنگ نامگذاریشان، اما چرا تاجیک باید نام های ترکی را گرفته میگذاشتند و طرز رومال بندیشان هم همین طور شد. خب در یک مکتب یک طالب علمی را که خیلی خوب و علا میخوان، معلمهشان یگان بار نسبت روی مالش، روی سریش حرف نزده بود، چون که میدانست که وی استعداد خوبی دارد، وی خیلی علاخوان است. اما یک بار دشنام داده، یک بار سخت پرتاثیر حرف زده که دیگر این خیلی نبندد روی مال و او گریان نزد پدرش می آید. با پدرش همکار بودیم و پدرش همین حادثه را شرح دادن، گفتن من جانبدار معلمه دخترم هستم، چون پدرش یک نفر زیایی، یک نفر دیندار بودند. پرسیدم که چرا؟ پدرش گفتند که چون که دختر من فرهنگ بیگانه را پیروی کرد، در حقیقت وی روی مالک ملی خودمان را نپوشید، نبست. وی آنقدر روی مال بسته که یک طرفش را پیچانده است، یک طرف برده سوزنک کرده است، دیگر طرفش را پیچانده است، طرف دیگر برده است. به قول خودش از کدام یک فیلم ترکی بوده است یا دیگر زبان نمیدانم، ژاده شده است یا کسی دیگر شده است، خرم خاتون شده است یا دیگر چیز شده است. یعنی تقلید کرده است از همان فیلم ها، دیده طرز روی مال بندی آنها را آموخته. برای مکتب بچه درست نیست. در مکتب به هر حال دقت را با نظر با شده رفتن درست نیست. وقتی ما در آموزگار بودیم یک حلقچه عادی بر گوشمان ممکن نبود، یک انگشتری عادی در دستانمان نداشتیم. راهبر مکتب قطعاً منع کرده بود، زیرا هنگامی که در تخته صنف می نوشتیم طالب علم صنف بالایی خصوصا جوان پسران بر همان چیزی که جلو میدهد و نظر با است دقتشان جلب می شود، دقتشان و موضوع درس یک طرف می ماند. به همین خاطر هم پدرش سرزنش کرده او را. خب بله، گوش میکنم شما را. دورنده. سلام مادر عزیز، خسته نباشید. سلام. اویدی زیبا. برنامه امروزه شما خب گفتنی هستم که اویدی فرهنگ گپ رفته ایستاده است. روز دیگه بگم من همین کم ترک خوب بسیار گپ نمیزنم، یک کم گفتنی هستم. فرهنگ در اساسی برای چیز از بین رفته ایستاده است. ما ناموس رو از دست دادگیم. برای همین فرهنگ از کجا؟ مردم به ناموس از فرهنگ از کجا پیدا می شود؟ وقتی که ناموس پیدا شد، فرهنگ پیدا می شود. دیگر چی دین چی دیگرش گفتنی هستم. نه، ریشه باز هم از دین آغاز می گیرد. ریشه ناموس به خاطر دین، از ترس از خدا انسان را برای نگاه داشتن ناموس وادار می کند. با ناموس وقتی که بنده اگر با ناموس باشد فرهنگ خود رو به دست آورده میتوند، ناموس خود رو به دست آورده میتوند، دین خود رو به دست آورده میتوند. چیزی که با رویه بسیار با اما آدم چی وای باشد، گفتی روزا پالوژ نباشد، اما چیزا به دست آورده میتوند. اتاک از روی بیناموسی برای من فکر میکنم که من امروز چخیلی که گفتن که در شراب ها یکی از بزرگان مثل تاریخ تاجیکستان اسماعیل سامانی است، او رو در شراب مثل چخیلی که گرفته وای کرده اسماعیل سامانی بفکرم وقت شده گفته که یکم آدمی معنوش بودگی نیست بفکرم ماشید. نه بله درست. در این جزء شما چخیلی که نشان داده باور کنید این فرهنگ رو به حد به پایان میزند. این یکم جویش نیست. این کدام کثیف این کار رو کده باشد
خدا گفته که دوزخ روه شدی آدم نخود تو گفته که فرهنگ خود بینون بینشون کنی با همی 4 تا بطولکه گفته که شیشه می میبروردگی به خاطر بیشتر به فروش رفتن شرابش شاید این چنین نام گذاشته، اما سخت هم گناه هست، هم نسبت ملت یک علت است. تحقیر بله تحقیر است، علت است. درست. بله مادر عزیز. خب گفته که بسیار وقتانه نمیگیریم مادر جان، در پناه خدا باشین، شما بر شما موفقیت. بهترین. خب کوتاه و پرمضمون بود. یک نام زیبای هم دورندهش، اگر پسر دارند نفرانی که نامهای فارسی گذاشتن میخواهند، دورندهش نام زیبایی است. خود از خود یک نام زیبا. خب اینجا گفتن کانال افغانی ها را، ایرانی ها را تماشا میکنیم، لذت میبریم. چه خیلی کودکان حرف میزنند. مردم ما گپ خداجانی را زده نمیتوانند. یعنی بله، باز هم همان حرف است که خزینه لغوی در مغز کودکان ما نهایت تنگ است. یکی از سبب های این همان خزینه لغوی تنگ مادران است. یکی از نطق خوب نداشتن، سبب نطق خوب نداشتن کودکان این است که در کودکی هنگام خواب رفتن افسانه نمیشنوند، بلکه دشنام شنیده خواب میکنند. خواب رو کورپا را میگیرند بالای کودک میپوشند، میگویند کی خواب میکنی؟ دیگر و دیگر. یک بازیلت با یک صدای دشنام میگویند که کودک خواب کند، جنگ میکنند. اگر تماما شوخی کند حتی شطه کرده هم خواب میکنند. اما انا این حال همه مادرانی که مرا تماشا میکنید، در قطار شما کیست که بر کودکانش لااقل 4-5 افسانه گفته باشد و نقل همان افسانه را از نو پرسیده باشد؟ کی؟ بین همین شما مادرانی که مرا تماشا میکنید یا پدرجان هایی که این حال هستید همینجا، دیدید از همسرتان که قبل از خواب کودک یا خود شما قبل از خواب کودک افسانه نقل کرده باشد؟ افسانه بر کودک خواب آورنده نه، بیدار کننده است. و گوش کرده خواب میکند، اما افسانه، همین افسانه عادیه که همه ما گوش کردیم، بوزک جنگیلپا بود. همان بوزک جنگیلپا مادری با متانت و با جسارت بود که فرزندکانش را از کام گرگ رفته کشیده گرفت، با شاخهایش زده شکم گرگ را درید. و همین بوزک جنگیلپا که ما نظرمان نمیگیرد این افسانه چی بود، بر دل کودک زد. نه، و یک برای کودک دلیری و جسارت انعام میکند. بوزک جنگیلپا ناموس خودش را نگه داشته، کودکانش را از کام دشمن زده گرفته به خانهش آورده است. دیدید؟ این یک افسانه و افسانه های دیگری خیلی بسیار که عین حال مادران ما نقل نمی کنند بر کودکانشان. از زبان کودک برو نمی شود، خزینه لغویش بسیار نمی شود و کودک عادی‌ترین حرفای تاجیکی را نمی فهمیدگی می شود، وارد می شود از زبان دیگر. و همین از باز هم فرهنگ بیگانه، زبان غیر، این فرهنگ غیر است. کلمه هایی که از زبان روسیه وارد می شوند، من این کلمه ها را نمی گویم، آنقدر در دشنام جوان پسران ما بسیار استفاده می شود که گفتنش البته سخت ننگ است، سخت دردناک، سخت یک چی میگویند خوری زبان این ملت است. اما سرآغاز سخن خیلی از جوانان همین حقارت های روسی شده و برخی را حتی مضمونش گم شده، یک حرف عرفی شده مانده است، یک حرف عادتی شده مانده است که گفته گذشته رفتن میگیرند. نمیگویند که این تحقیر بر مادرش، بر اولادش، بر دیگر یا بر دوستش شده ایستاده است، حرف زده رفتن میگیرند. سر دسترخوان هم هست و افسوس که همین حالت هست. و باز هم از روزها اگر زبان روسی را آموختن خواهند، اول از حقارت هایش سر کردن، برای همین چیز عادت شده بر زبانشان. این هم تاثیر بیگانه، این هم تاثیر فرهنگ بیگانه است. البته خوب، باز نفر خوب، تشکر.
انتخاب نکردید که سنگ میپرتاید. اگر فکرتان را در بابت همین موضوع گفتنی باشد، نیم ساعت دیگر ما فرصت داریم، میتوانید نویسید، میتوانید ننویسید، میتوانید حرف زنید، برآمده با ما در تماس شوید. همینجا یک خواهر جان در فیسبوک از من التماس کردند، چند سال باز کودکانشان پدرشان را یاد کرده بودند و برنامه ما را گوش میکردند. در روسیه بودند، همین خانم، همین خواهرک عزیزی ما در روسیه بودند و پدرشان هم همراهشان به روسیه برده. بعد یک با کدام یک نگفتند خواهر که با چه آواره شدند یا یگان خانم زیباتر دیدن همراهش رفتند که خانم از فیسبوک یک شیرکی را پیدا کردند و من دادند، گفتند طریق برنامه تان به کودک من خوانید. من گرفتم همین شعر را برای کودکانی همین خواهرکی عزیزم میخوانم، برای پدرجانشان همین شعر را گفتنی بودند. خب دادا تو را پزمان شدم، کی بر وطن می آیی تو، بیزار من از جان شدم، کی بر وطن می آیی تو. نه یک اکا نه یک اوکا، چون بره به متکا، من لقمه گرگان شدم، کی بر وطن می آیی تو. نزد رقیبان سرخمم، افزون شده درد و غمم، افزون شده در نظر دارند، در فکر اندرمان شدم، کی بر وطن می آیی تو. چون ابر و چون باران شدم، از جویها پایان شدم، دریای پرتقیان شدم، کی بر وطن می آیی تو. چون چوجه به بال و پر، عمر نگاه هایم بدر، من بی سر و سامان شدم، کی بر وطن می آیی تو. در گرد دسترخوان شدم، چشم انتظار نان شدم، در فکر این و آن شدم، کی بر وطن می آیی تو. تو رفته با امر خود، اما منی گل از چی بود، پرگیله از رحمان شدم، کی بر وطن می آیی تو. بر صحن غم دایر شدم، صابر شدم، شاعر شدم، شعر غریبی خوان شدم، کی بر وطن می آیی تو. البته مادر جان شعر را انتخاب کردند، از نام کودکانشان خواستند بر همسرشان رسانیم. من خواندم و اگر در خور درد نفرانی که باز اینجا تماشا میکنند بود، خرسند هستم که به خاطر شما شعر که قرائت کردم. اینجا پرگیله از رحمان شدم گفته، رحمان گفته یکی از نامهای خدا را اینجا در نظر دارند. تو رفتی و من از خدا گله کرده ایستادم که پدر ما رفت، گفته این را در نظر دارند. خب تماشابینان عزیز، من بر سمع شما رسانیدنی هستم، بر توجه شما که شعرهایی که درباره غریبه می نویسید یا خود ترانه هایی که می نویسید می توانید با ما ارسال کنید، در برنامه استفاده می بریم. اگر شعر هم باشد، اگر حکایچه هم باشد، از زندگی نامه خود که در غریبه بود نویسید، ما استفاده می کنیم. و زندگی هر یک کس یک اثر است، یک کتاب است که در یگان جا نیست، مانندش دیگرگون است و زندگی هر کس یک عبرت بخش هم هست. بعضی جوان زنان به روسیه رفته پول کار کرده می آیم، دادش نفرستادند، کار نکردند، همراه جوره ها معیشت کردند، گفته به روسیه رفته، بعد کار کردن و عذاب روسیه را دیدن به خود آمده. بعد همین پدرش را داده جانش را خدا نگاه دارد که در سرمان سالم هم در امان باشند و خداوند بر مرد خاندان دهد رزق را گفته. از فکرهای خود پشیمان شده ها هم هستند. با من برخی می نویسند نامشان را نگویید گفته، درد دل می کنند و عین حال هم خودشان در روسیه هستند، رفته نمی توانند، پول یافتهشان را راه کرا کنند، بر خانه چیزی برده نمی توانند. خب انا همین شعرک را هم گفتنی شدم، همین موضوع را هم. بسیار تشکر بر بانوی که از ما خواهش کردن، بسیار تشکر که این حال با ما نوشته هم ایستادن. می توانند وارد شوند
میتوانند حرفای خود را درباره ورود فرهنگ بیگانه، تأثیر فرهنگ بیگانه بر تربیه جوانان، بر تربیه نسل نورس گفته گذارند. ما بیشتر درباره فرهنگ نامگذاری گفتیم. واقعا نامگذاری گفتم که یک شرابخانه، یک قمارخانه را هم با نام عمر خیام میگذارند، در حالی که او در زمان خود یک قاری قرآن بود. او قرآن را اذیت کرده بود، نامش را بر شرابخانه گذاشتند، در حال مضمون ابیات او را پر را درک نکردند و رباعیاتی که میخوانند که آنجا آشکارا درباره شراب نوشته شده است شاید تعلق نداشته باشد حتی بر قلم خیام، او را از خیام میدانند. چه گمانهایی میکنند با ساده فهمی و ساده بیانی های خود. خب و بابت فرهنگ نامگذاری باز همین را هم گفتنی هستم که در استرافشان ما بازار داریم با نام بازار قسم های احتیاطی فلانه، نامشان را میگویند یا دست و پای همون آدم را در بازار میفروشند یا عضو اعضای عجب نام های میگذارند. یا اینکه یک کارگاه دوزندگی بود، میگفتند دوختن پرده های نیلوفر، نام کارگاه همین خیل بود، آنجا پرده میدوزند، اما نامش را عجب گذاشته که تماما موافقه نمی کند. این هم با فرهنگ نامگذاری دخل دارد، خیلی دخل دارد. این هم از واقف نبودن، آگاه نبودن از زبان ما، فرهنگ ما هست. باز هم برمیگردیم سر فرهنگ. فرهنگ فقط لباس نیست، فرهنگ فقط پوشش نیست، فقط گویش نیست، فرهنگ رفتار هم هست، فرهنگ علم و سواد و دانش هم هست. من درباره لباس همون رویمالک بسته یک دختر تاجیک میگفتم که پدرش هرچند که یک مولای بزرگ بودند اما جانبدار معلمه همان دختر شدند که معلمه گفته لباس بیگانه پوشیده و طرفدار شدند. باز همون رویمالکی که از زیر منح میبندد باز با همان رفتارش را یگان معلمه زید نبود. این نکته را باید گفته گذارم. خیلی بسیار هستند همان آموزگارانی هم که میفهمند چون کودک خوب میخواند، علا میخواند، کاردار هم نمیشوند و چون خوب هم نمیخواند میفهمانند که درست درک کنند رمال ملی را، لباس ملی ما را. پیامک ها را اگر پرمحتوا باشند خواندنی بودم، در هفته برنامه تا برنامه باز هم مضمونی خوبتر پیدا کند. اما پیامک همگی اینجا یک صحبت عجیب رفته ایستاده است و تمام. خیلی بسیار آماده کرده بودم درباره اسماعیل سامانی که امیر بود. اسماعیل ابن احمد خیلی عادل بود، دارنده خصلت‌های نیک بود. از جمله نمایان‌ترین خصلت‌های خمینده‌اش ایمان خالص به خدا، احسان بر فقرا بود. یک در خود همان بخارا یک باغ بود، باغ بزرگ بود که بر آب نزدیک بود، نیشکر داشت. نیشکر را میدانید البته، از آن شکر قند تیار میکنند، دراز رستنی. و همان اسماعیل سامانی همان نیشکرزار بزرگ را خرید و بر یک مدرسه تحفه کرد، بر یک مسجد تحفه کرد و گفت وقف است. وقف معنای آن را دارد که تابع همان جاست و طالب علمان را نه همان جا باید از شکر این نیشکر استفاده برند، رایگان استفاده برند. این خیلی عادت های خوب داشت. و نظام الملک توسعه در کتاب مشهور خود در سیاست نامش درباره اسماعیل سامانی بسیار جمله های نیکی آورده. باز درباره همین مسجد و مدرسه ها شمارش در بخارا بسیار بود که در آسیا همین قدر نبود. در این باره هم نوشته گذشته بودن در زمان خودش. امام ذهبی یک تاریخ شناس نامور اسماعیل سامانی را در کتاب خود العبر فی اخبار من خبر یک نام کتاب داشت و در همین کتابش درباره اسماعیل سامانی گفته که امیر خراسان و ماوراء النهر اسماعیل پسر احمد یک شاه فاضل و دانشمند و سپهسالار، صاحب طینت پاک، احترام گذار، قدردان نسبت به علمای دین بود. نفری که در اطرافش کل علمای دین را یک جا جمع کرده بود.
و همین همه تاریخ خود را ندانستند. از در شبکه فیسبوک یک جوان ابراهیم نوشته بود که در این ندانستن تاریخ خود این ویروس است، از کرونا ویروس بدتر است، چون که از کرونا هر کس گرفتار شود خودش بیمار شده خودش سالم می شود یا خودش میتر میگذرد، اما تاریخ را ندانستن و این گونه فرهنگ شکنی کردن و بر شراب نام بزرگان دین را گذاشتن، این الکی فرهنگ کشی است، نسل ملت کشی است. الکی کشته شدن فرهنگ، انسان با شعورش از حیوان فرق میکند، با فرهنگش فرق میکند، چون یک نفر اگر شعور کشی کند، فرهنگ کشی کند، انسان را از حیوان فرق کردن دشوار می شود. یک دروغ تاریخی بافته با خرافات آمیخته شده در ذهن دیگران ریشه دواندن الکی نادرست است. فرصت برنامه تا رفت کم میماند، بسیارش میگذرد و از شما خواهش میکردم بابت موضوع اگر فکر دارید ابراز کنید و اگر ندارید باز هم خود حرف میزنم. در برنامه های من بعد خیلی گفتم قبول میکنیم از ایجاد شما در شبکه فیسبوکی یک صحیفه هست با نام پرنده های مهاجر و من در همین برنامه محض حکایه های عبرت بخش را، شعرهای پر تأثیر را طریق نوار تهیه کرده کارگردانی ما میکنند، در همین صحیفه فیسبوکی میگذاریم. در یوتیوب هم پسی همین برنامه میگذاریم، میتوانید برخوردار باشید از شعر و از حکایه هایی که خیلی پرتاثیرند. بعضیشان درباره غریبی گفته شده، بعضیشان در باب حیات، زندگی، درباره مادر که از جوانان غریب خواندند، این همه را خوانده تهیه کرده میگذاریم و از این برخوردار باشد. به خاطر خوشی طبع شما این همه را آماده میکنیم، به خاطر آگاه بودن از تاریخ بای و پرغناوتی ملتمان، ما از تاریخ هم از بزرگان ملت هم گفته میگذاریم. رادیوی پیام یک برنامه دارد بزرگان در صفحه تاریخ. ما در این برنامه از خیلی بزرگان ملت ترجمه حال، کارنامه هایشان، متنها آماده کرده خوانده گذاشته ایم که میتوانید برخوردار شوید. در وارد شده بر رادیوی پیام شبکه تلگرامی هم دارد و خود رادیو هم همیشه آنلاین در آنلاین چی میگن مستقیما صدا داده ایستاده است. خب احمد ستارف نوشتن زناموس بیرون شدیم، من زی خود خانه برفتم، در این شهر کفرانه هیچ کس پروای هیچ کس را ندارد، همه در فکر پول، در یاد خانه مسلمان از مسلمان میگریزد ولی هستند یاران الله دانه دانه. این شعر بود، چون مصرع ها من شعرگونه نخواندم اما پرمضمون شعر هستین. آدم دوستش را در همین مهاجرت میشناسد، دوست را در روز توی نه، در روز کلفت آدم میشناسد، روزی که عزا داری، روزی که به سرت یگان مصیبت افتاد، روزی که کار افتاده شده، از پا افتاده، محتاج شده، دوست را میشناسی، چون که مست در همین روز دوست دست دوست میگیرد، در پریشان حال، در درماندگی دست دوست میگیرد. همان شعر سعدی را در خاطر دارید، دوست نه آن باشد که بر نعمت زند، لاف یاری و برادر خواندگی. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی، همین بر نعمت لاف زدن. همان نفرانی که شعر میگویند تو عیسی مریم بودی، تو چی بودی سیاره را نجات دادی، تو نمی بودی کنجاله میخوردیم، تو بودی که ملت را نجات دادی. گفته شعر می نویسند برای چی؟ برای چی؟ نان باید خورند، کسبشان همین است، کسبشان. و همین که همان شاه دیگر شد یا همان راهبر دیگر شد، این از دوره قدیم بودن، مداحان، مداح میگفتن شاعران درباره را. همین که شاه دیگر شد، اول همین ها
شعر بر وصف دیگرش. اگر احمد رفت و رحمت پادشاه شد، شعرها در وصف رحمت می برآمدند. همین گونه در خاطر دارد هنگامی که پرزیدنت کشور همسایه شوکت میرزیویف سر قدرت آمد، اول منع کرد در وصف او شعر نوشتن، مدحیه سرودن، سرود نوشتن، برآمده طریق منبرها خواندن را اول برآمد منع کرد. گفت من انسانی عادی ام، در خدمت شمایم، لازم نیست این همه. انا همین طور. خب کامل صمدوف نوشتند همین دولت ما با عرب ها و صحابه های رسول الله دشمنی دارند و غارتگر می نامند. یا این معنی دشمن با اسماعیل سامانی ندارد، چون که دشمنی با اسماعیل سامانی ندارد، چون که سامانیان کمک کردند بر خلافت. بله، دشمنی بر اسماعیل سامانی ندارد، ما این را در نظر هم نداریم. اصحاب کرام از فارس ها هم کم نبودند، از ما هم کم نبودند. امام بخاری مثلا، امام مسلم یا خود سلمان فارس، اینها سلمان فارس از تخلصش معلوم است که از سرزمین فارس بود. شعر مرا زمزمه کنید گفتند. نه، برای زمزمه الکی آهنگ باید سرودن. من خواندم. خب شرافیدین برآمد دارد گفتند. خب خوش به حال شد و چون شاید برآمد دارد و همگان آنجا وارد می شویم گفته در نظر دارند. تماشابینان عزیز و عالی قدر برنامه پرنده های مهاجر، خوشحال هستیم از آن که در برنامه اشتراک میکنید، خوشحال هستیم که گوش میکنید، ما را با ما هم‌آوازی میکنید، همراهی میکنید، طرفدارمان هستید و خوشحال هم هستیم که مقابل هم فکر میکنید با ما. پروینه در خط علاقه هستند، اگر میپیوندیم همراهشان. خب بله، شما را گوش میکنیم. السلام علیکم. کتاب خوش باشد. یا Thank you. So there's French and junior world languages. Sure. There's also books that have both. بسیار خوب است. It's in English and از اروپا so that's good if you انگلیسی rush حرف میکنند، شاید در کشورهای انگلیس زبان هستند. Thank you. Thank you. السلام علیکم. بخشش کمتر وقت گرفت. من اجازه گرفتم که از کتابخانه کودکانه شما به نشان دهم بایگری کودکای کتابهاشون را که همین نمونه شود در همین تاجیکستان ما. این طرف کتاب های درسی از بفکرم، بعد کتاب ها تقسیم شدگی به سین و سال، اینجا دیویدی ها، همه همین ریسورس ها به پول. همین فقط یک تا کتابخانه کارتچکش کشوده به همه همین کتاب ها شما دسترسی دارید و تا 70 دانه کتاب میتونید یک دفعه گیرید. یعنی بر یک گرفته کتاب تا 70 کتاب میتونید گیرید. بعد سه ماه بخشش من رویم با مسکه بود، شاید هم با آوازم بزه بود. نه، آواز خیلی خوب است. همون با شما نقص قید کردید که همین کتاب خواندن بچه ها با مهم. باور کنید فکر میکنیم که این چیز در تنها در مولتیک ها، در همین کینو ها ما میبینیم. نه، بر این شاید فرهنگ ما باشد نباشد، لیکن اگر همین عادت را ما در فرهنگ خودمان دراریم این ضررش نیست. چون این کتاب ها البته بهترین فکر برای غنی گردانیدن فرهنگ کودکان، برای ذهنشان را پر کردن. امروز کودکان ما در دستشون تلفن، کی وقت بینید بازی دارند، کدام رنجر ها را میکشند یا کدام یک آدمان آهنین را میکشند. من صرفم نمیروم، از یک طرف بازی، تمام هوش و یاد همین بازی. درست. کتاب میخوانم. این وقتی که در تاجیکستان میگویند که فرهنگی بگونه، این گفتون میگن که اتریست میکنن، یعنی یک فرهنگ رو ترجیح میتن دیگر فرهنگ رو نه. ما باید به زمانوی شویم، نمیتونیم کهن شده گردیم.
لیکن در حدودی که مثلا فکر نکنم که لباس اطلس برای هر یک خانم راحت باشد در فصل زمستان بخصوص. به خاطر همین باید موافق زمانه شویم، اما زبان، رسم و رسوم و عادت های ما این در اولیت است. این عدل زبان های خارجی است، یعنی روسی هم پیدا شده میشد، فارسی، اما تاجیکی نه. چون که زبان ما بسیار اقلیت است، کم هست، به خاطر همین خیلی کتاب نمیشد یافتن در این طرف ها. افسوس در تاجیکستان ما مثلا در شهر دوشنبه یک کتابخانه قصر باری میسازند، اما درونش خالی. اینجا کتابخانه ها میده اما درونش پر کتاب و چیزی که خواهید از جهت علمی، فرهنگی، همین این میتونید یافته. شاید نه یک قصر سازد، از وای دیده 20 میده کتابخانه سازند در سراسر شهر دولت که همه به همون دسترسی پیدا کنند. به خاطر همین خیلی خوب بود. کتاب‌ها خیلی پرقیمتند در تاجیکستان. بله. و مردمی که بغل دسترسی بر آن ندارند. درست. این گپایی که همه ما میزنیم، من فکر میکنم همین سرچشمه همین کارمان از بی‌شرایطی است. وقتی که گوشنه هستی، نه درس نه هیچی فکرت نیست، نه کتاب خواندن. یعنی مردم ما باید اول شکممون سر باشد که به فکر خواندن و بلند کردن فرهنگ و دانشمندان را دستگیری کردن. وگرنه میگردن همیشه دانشمندا هیچ کس به درکار نیستن. باید دولت از بله آزمون‌های باشد که کودکان خودشان رغبتناک کرده شوند، کودکان حکایه نوشته بیایند، 3-4 کلمه بر کودکان سپارند که به همین کلمه ها شعرک ساخته بیا، استعدادشان را بیدار کنند و خود از خود کتابخانه هم پر می شود. درست. اگر با کتاب هم پر کنند، با کتابخانه پر کردن دشوار است، چون فرهنگ کتابخانه و کتابخانه داری و در ما رواج نیافته است اینها. نه افسوس این خیلی نیست. به خاطر همین میگن که مغزهای همون یک ملت برآمده میروند از هوای دولت، چون شما آینده نمیبینید در همون دولتی که زندگی میکنید متاسفانه. بله خانم، شما گفتنی هستید که اگر مغز خالی باشد از فرهنگ بگانه ورود شده آمدن میگیرد. این هم درست. پر باشد، از خودش پر باشد. درست. همین رو میخواستم قید کنم. منم اومدم از کتاب گرفتم با دخترچم با اوایده دیدم برنامه تا موافق همین موضوع گفتم یک تا نشان دیم که بینید این خواندن این یک سرمایه گذاری است. من فکر میکنم برای فرزند بهترین کتابخانه زیباه قالن گسترده و زیر پا. این یکی کتابخانه مایده باور میکنید از بیرون در نظرتان با نمی بیاد، لیکن درونش همه خیلی خوشبو. انشاءالله من اگر خدا نصیب کنه همه کتابخانه شما صدا خواستش شد. صدا پاس شد. خیلی تشکر میگویم که بر برنامه یک نور وارد شد. ببینید چقدر کتاب نشان میدهند. فرهنگ این کتاب است، فرهنگ این سواد است، دانش است، نه فقط همان اطلس و نه فقط چکن و نه فقط 4 قطار شعر توصیفی. هر نفره بر تاجیکستان مهمان می شود البته 4 قطار شعر و اطلس و چکن و طبق چوبین داریم ما. قرطاب دارد. کم است که ما کتاب‌های بزرگانمان را نشان داده باشیم. من حرف میزنم چون که همینجا پروینه خان صدایتان کنده شد یا شما شده دیگر؟ با میکروفون تلفنتان را با انگشت پخش کرده اید. بخشیش مالش پیسا جان رحمت نغزمانه. تشکر. یک نور بود در برنامه. اکنون سری کتاب داره می رویم فرهنگ کتابخانه. خب هنوزم شیشه شراب محاکمه می شود اینجا. خوب نوشتن تاجیکم من. در شیشه شراب نام شاه اسماعیل را گذاشتن، سری وقت سری گمراهان گرفته نشود نام پیامبر و خدا را می نویسند و شرابخانه ها. خوب خدا نگه دارد از این روزها.
اما باید پیش راه را گرفته شود. بابت کتاب، من صنف دوم بودم که بار اول به کتابخانه قدم گذاشتم و اولین کتاب خواندم از عبدالملک بهاری، جسارت دکتر منصور بود. نقش در خاطر دارم، در کودکی نقش بر سنگ میگویند و همانجا جوان با نام شریف بود، جوان با نام براد و دانشجو بودند. بناگه یکی را در صدمه می افتد، مغزی سر یکی چی می شود، آسیب می بیند، تمام وجود دیگری آسیب می بیند و همین طرف می شود که دکتران مغزی سر یکی را بر تن دیگری می گذارند و این جسارت دکتر منصور از همون جراحی او بینید قریب 35-40 سال پیش نوشته است دکتر منصور، نوشته است عبدالملک بهاری، دکتر منصور نه. دکتر منصور قهرمانی ایجاد کرده اوست. و همین که میخوندم، من بعد خواندن به خواهرچه های خودم نقل میکردم، بعدا به همسنفانم که همسنفانم هم رغبت ناک میشدن، بر کتابخانه میرفتن. زمانی کودکی ما کتابخانه پوری آدم بود و رفای کتابخانه را نگریسته ایستاده، من همان قهرمان های در کتاب خواندم را در همان تالار، در همان جاها تصور هم میکردم. حتی خوب میشد که مادران ما امروز فرزندکانشان را واقف میکردند از همین یک اسرار کتابخانه. اگر خودشان واقف باشند، خودشان اقلا 10-12 افسانه دانند که 4 تا یکش را برای فرزندان گویند، نطق فرزندان را برا کنند، بر کتاب میلشان بیشتر شود. اقلا روز یک چند ساعت تلفن را از دستش گرفته مانید که همیشه مشغول تلفن نباشد کودکتان. مغزی هر نفری که با مقصد بند کردن آدمان تلفن استحصال کرد، 100% گفته میتوانم به مقصدش رسید. اگر همون شرکت تلفن براری یا همون عالمی که تلفن اختراع کرده، اگر مقصد داشت که همگان را آواره اختراع خود کند، بر مقصدش رسید. کاش که کودک شما در تلفن یگان بازی میکرد که منطقی باشد، سوال و جواب ها باشد، جواب ها پیدا کند. اونجا کلانترین دریا کدام است، بلندترین کوه کدام است، یا خود کلانترین قطعه کدام است، در کدام قطعه آدمان زندگی نمی کند. این سوال ها باشد عادی ترین که کودک دریابد. نه، تمام روز همون با صدای بلند چوچو کودک در تلفن بازی میکند. نه فقط کودک، کلان سالان هم در میبینید در مترو و اتوبوس هم میبینید مشغول همین بازی تلفنی هستند. 8 دقیقه دیگر برنامه داریم. یک بار دیگر تشکر میگویم خانم پروینه را که از اروپا، از کتابخانه به ما نوار نشان دادن، این حال در همانجا هستند و برنامه ما یک نوری دیگر گرفت بابت فرهنگ کتابداری و کتابخانه دوستی و هم گفته گذاشتیم. کاش که در تاجیکستان هم کتابخانه ها پر آدم می شدن. کتاب داریم، کم باشد هم داریم، کتابخانه کم داریم، کتابخانه ها نیستن و افسوس که معاش همان کتابداران هم خیلی کم است. در کتابخانه ها می نشینند، همراهشان صحبت می کردم، خیلی کم است. ادبیات معاصر خیلی کم است آنجا. و باز یک نکته را باید گفته گذارم، در بازار یک دوستی کتاب فروش داشتم که کتاب های نوترین آورده می فروخت و مشتری خیلی کم داشت. این هم باعث تاسف است. و زنهای می اومدند از او خریداری می کردند برای کودکشان دفتر و قلم. البته کتاب بدهی نمی خرند، دفتر و قلم می خریدند و نرخ یک دفتر را دیده چشمشان را کلان کشاده، نخود همین دفتر 15 درم یا 20 درم باشد گفته صدا بلند میکردن، در حالی که لباس تنشان نکم از 500 سامانی است. لباس تنشان 500 سامانی و میگفتن نخود یک دفتر 15 درم باشد. من چی خیلی میخرم؟ یک لباسه که عادی پوشیده، اگر 1-2 دسته دفتر خریده در خانه برای تربیه فرزند، برای علم آموزی فرزند مشغول می شدن، شاید آینده وطن را گلشکوفی از همین نسل آغاز می شد. پیشبرد فرهنگ و غناوت فرهنگ را تامین کردن و باز هم برگشتن به همان فرهنگ نیاگان خودمان
شاید از همین لحظه ها تامین میشد و آغاز میشد. یعنی که من گفتنی نیستم که بله، من گفتنی نیستم که ما قدیم پرستی کنیم، کهنه پرستی کنیم. نه، در آغاز برنامه گفتم یک فرهنگ خوبی تاجیکانه خودمان را گم کردیم که این پرقیمت بود. یک علوم بانوان بود، رسم بانوان بود، یک کلنداری های زیبا بود. 8-10 فرزند هم داشتن مادر جانای ما، به همش فرصت پیدا میکردن، هم کاری خانه، هم نگاه بینی فرزندان. از بعضی خانه ها 5-6 معلومات اولیدارها میبرامدن. معلوم که مادر با آنها شغل ورزیده، مشغول شده. 2 تا کودک، 1 تا کودک دارند مادران. امروز فرصت نمیابند سر کودک نشسته از پای درسش شوند، در حال کودک لباس های خیلی زیبا دارد. هر سال 2 تا هم جزودان خریده میتوانند برای کودکشون. هر زمستان یک لباس نوی زمستان خریده میتوانند. اما به بهاترین گنجی که از والدین بر فرزند میرسد این وقت است. نعمت پرقیمت‌ترینه که والدین بر فرزند میتوانند تحفه کنند این وقت است. وقت جدا کنند بر کودک. باز هم همان تلفن را از دستش گرفته وقت جدا کنند. خیلی حرفای زیبای پرمحبت نوشتن. به همهشون تشکر میگویم. کامل سمادف تاجیکم من. خب جلیل تیجی باز نوشتن مسلم محمد. برای همتون مسلم موحد نام زیبای. به همتون تشکر میگویم. سید بیگ بر شما هم، سمیه حسینова خواهرک عزیز، همه خیلی یک فعال هستند، می نویسند. اگر با صدای خود حرف زدن نخواهند، با چهره خود حرف زدن نخواهند، هم با نوشتار خود اشتراک کرده ایستادند. بینندگان عزیز بسیار تشکر میگویم که توجه خود را صرف کردید، وقت خود را صرف کردید، وقت پرقیمت خود را با برنامه بودید. در برنامه دیگر درباره کدام موضوع صحبت کردنمان را میخواسته باشد با ما نویسید. خواه در پایان همین نوار نویسید، خواه در فیسبوک در صحیفه پرنده های مهاجر دوستی پیشنهاد کنید. قبول میکنم، همونجا مشورت میکنیم که باز کدام موضوع را فرا گیریم که وابسته بر مهاجرت باشد یا خود وابسته بر مهاجرت باشد هم میشود. امروز برنامه وابسته بود چون تاثیر فرهنگ بیگانه گفتیم، اما هستند موضوع هایی که وابسته نیستند. به هر حال خواهیم گرفت. در یکم برنامه ما این یاد مادر، دعای مادر بود و همین برنامه استقبال گرم و صمیمانه گرفته بود. ما وعده داده بودیم که نفرانی که گفتن برنامه موضوع را ادامه دهید در یک برنامه دیگر ادامه میدهیم. بیایید برنامه دیگر را باز هم به یاد مادر جان ها میگذارانیم. مادر جان هایی که دست دعا دارند این حال ما را تماشا کردن نمیتوانند. اینترنت، سرعت اینترنت خیلی ضعف دارد در تاجیکستان، ضعیف است سرعت اینترنت. برای همین دعا کرده ایستادند. مهاجرانی که تماشا میکنند زنگ زده بر مادر جان ها سلام گرم و جوشانی ما را رسانید. برایشان دفعه دیگر برنامه را تقدیم میکنیم. باز هم برای مادر جان ها. حالا باشد فرصت برنامه پایان پذیرفت. هر آغاز انجام دارد، هر ابتدا انتها دارد و دنیا هم همه ابتدا گرفت انتها هم دارد. برنامه هم ابتدا داشت انتها هم گرفت. در آخر برنامه برای همه شما قامت بالایتان خمران نبیند گفته دست دعا میبرداره، چشم پرمهر و محبتتان نم را، اشک غم را نبیند. خیر، در پناه خدا باشد. السلام علیکم و رحمت الله.